دوستای جان و جیگری من، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما این الحمدلله همراه حاجی قرار داریم در باغ خرما. همراه حاجی اومدیم، ان شاء الله همجا ضیافت تشکیل کردیم، صحبت میکنیم ان شاء الله. در جالی خب درس میگذارم با اویدی امی عمره و ان شاء الله یک ویکترین را هم تشکیل کردیم. سوال جواب یک توفایی را آماده کردیم برای حاجی خدمت. کدام نفرایشان که مثال اکتیو فعالند، در سوالات زیاد جواب میتن، ان شاء الله صاحب توفا را میشن. مقصد برای در خاطر حاجی موندن همه کارا را تشکیل کردیم ان شاء الله. که خوبای نگاه کنیم برادرای عزیز، کدام نفرایتون که عمره آمدنین روز 17 اکتبر ریس داریم، روز 26 اکتبر ریس داریم و روز 5 نوامبر ریس داریم. نگاه کنین نرخ مون برادرای عزیز $1300 روسیه، $1300 نرخ مون برادرها $1300. خب از مسکو ریس داریم، از قزاقستان از الماتو ریس داریم و از تاشکند $1100 برادرای عزیز. خب تاشکند برای چی ارزانه؟ به خاطر که چیپته هواپیماش مثال ارزان میغلطه، به همین خاطر نرخش ارزان تره. و از تاجیکستان هم ریس داریم برادرای عزیز روز 17-26 مثال. کدام نفرایتون که عمره اومدنین مرحمت مراجعت کنین در رقمای در روی اکران بده، ان شاء الله که خدمت رسانی ما داخل میشه و دو وقت خوراک هم در مکه هم در مدینه. خب سیاحت مزارات در شهر مکه، سیاحت مزارات در شهر طائف میریم ان شاء الله. اوس اومدن با نیت عمره میکنین. خب ویزاتون مثال خورد و خوراکاتون، سیاحت مزارات در مدینه و خورد و خوراک با دو وقت در مدینه هم طرف قایدوی با تمام شرایطش ان شاء الله. گسیسای نزدیکترین ده جو کردگیم حاجیامون هم در مدینه منوره و هم در مکه مکرمه. مقصد که خدم ان شاء الله میرم پیشواستون میگیرم از ایرپورت از جده با یک پاکتی دیگر هم آماده کردگیم. گفتیم گپو یک چوشتک میکنین تو برابر آمدن همون مثال افتوبزای بنیاد زمانهایی به همه شرایطش ان شاء الله حاجی را قبول میکنیم، پیشواز میکنیم، خدمت میکنیم و ان شاء الله ساق سلامت با روان میکنیم شون میرم به جا و مکانشون. کدام نفرایتون که عمره انجام دادنین مرحمت کنین بیاین، ما ان شاء الله در خدمتیم. رقمای واتساپ در روی اکران میبرو. باوری بعد دل پر شرکت رمضان ترکی من توصیه میتم برای همه برادر و خواهرای مسلمانی خدم. الله نگهبان. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. از این برادران ما در باغ خرما آمدیم، همراه حاجی ها آمدیم ان شاء الله. با اینجا برادران از دولت قرقیزستان و از دولت ازبکستان و برادرای مسلمان خودمان هستند اینجا بسیارن و اینجا باشه برادرها. مقصد برادرای تاجیک خودمان این گروه 01 10 ماهگی 2025 برادرها آمادگی هم همراهشون ان شاء الله ضیافت میشه. ولی برادرها نماز خونده سیان بود اوجه قسمش نمازشون میخونن ان شاء الله. که خوراک میخوریم، درس میگذاریم، صحبت میکنیم، اینجا ویکتورین میکنیم، سوال جواب میکنیم تا اینکه در خاطر حاجی ها همین عمره آمادگیشون مانه و بخودشون یک معلومات هایی را هم جمع کنن و گویم که وقتی که رفتن به جا و مکانشون هم که رسیدن دانن که مثال عمره کردیم و چی فرض داره و چی واجبات داره و مقصد از مزارات ها، تاریخ مزارات های اسلام همشه در اینجا گشتن دیدن الکی. از همین ها سوال جواب میشه و از عمره یگام همین عمره انجام دادگیشون. عجل الله فيها ما نشاء. ما برای انسان اگر بخواهیم ما جمله را میکنیم. بعد از آن پروردگار میفرماید که ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. عاقبت چنین انسانی که ایمان با آخرت ندارد تنها آبروز در دنیا میبیند و دنبال دنیا هست. الله میگوید که بعد از آن ما قرار دادیم برای این جایگاه بد جهنم را که در اون داخل میشود بسیار سرزنش شده و دور از رحمت پروردگار اونا. یک طایفه از مردم در دنیا هستند دوستان عزیز که اونها ایمان با آخرت ندارند، فقط همین خوردن نشیدن و میدانن سعی تلاش دنیوی بس. یک طایفه انسان‌های هستند که اونها هم دنیا را میفهمند و هم آخرت می‌دانند. روز جزا و عیش و ما خواهد بود. آورا میمیرند و بار دوم زنده میکنند. برای همین پروردگار میفرماید که همان اراد الاخرة و سعی لها سعیها. کسی که خواهان سربلندی روز قیامت باشد، آخرت روز قیامت
و سعی لها سعیها و برای سربلندی و آبرومندی روز قیامت عمل بکند. سعی تلاش طاعت عبادت را به جا بیارد. خدا میگه که فاولئک کان سعیهم مشکورا. تمام عملهایی که اینها در این دنیا میکنند این همه سعی تلاش همه نزد پروردگار پذیرفته میشود.